مایند دیکودر از پیچیدگی‌های رفتار و ذهن رمزگشایی می‌کند. احساس غم احساسی است که اغلب از آن گریزانیم، اما تناقض اینجاست که بسیاری از ما در مواجهه با موسیقی غمگین نه تنها احساس ناراحتی نمی‌کنیم، بلکه تجربه‌ای عمیق از آرامش، همدلی و حتی لذت را تجربه می‌کنیم. این پدیده از منظر عصب روانشناسی پدیده‌ای چند لایه و پیچیده است که در آن هنر، هیجان و پردازش شناختی به شکلی منحصر به فرد در هم تنیده می‌شوند. در این ویدیو به پرسشی بنیادین خواهیم پرداخت: چرا موسیقی غمگین حال ما را بهتر می‌کند؟ ما ابتدا به سراغ مفهوم غم زیبای شناختی می‌رویم. چگونه مغز انسان بین غم واقعی و غم هنری تمایز قائل می‌شود. سپس مفهوم کاتارسیس یا تخلیه هیجانی را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که چگونه موسیقی همچون یک آینه احساسات سرکوب شده ما را بازتاب می‌دهد. در ادامه با مرور شواهد علمی از اسکن‌های مغزی به درک دقیق‌تری از نواحی پاداش، ترشح دوپامین و ایجاد حس تسلیم امن در تجربه غم می‌رسیم. همچنین نشان خواهیم داد که موسیقی چگونه همدلی، کنترل هیجانی و یادگیری عاطفی را تسهیل می‌کند و چرا نوجوانان به ویژه به این تجربه جذب می‌شوند. در پایان در می‌یابیم که انتخاب آگاهانه مواجهه با غم در بستر هنر می‌تواند نه تنها التیام بخش باشد، بلکه ما را به شناختی عمیق‌تر از خود و دیگران برساند. این ویدیو به شما کمک می‌کند نگاهی نو به مفهوم غم داشته باشید و شاید از این پس در دل ترانه‌ای اندوهناک آرامشی عمیق‌تر را بیابید. اکنون شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن یکی از تأثیرگذارترین قطعات موسیقی ایرانی با صدای استاد همایون شجریان. لطفاً پس از شنیدن موسیقی با ما همراه باشید در تحلیل روانشناختی آنچه احساس کرده اید. نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها 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 من ز من حرام که اون دو شده به سینه نزدیک، به من حرام که نزدیک از او جدا جدا من. نه چشم دل بسویی، نه باده در سبویی که تر کنم گلویی به یاد آشنا من. نه چشم دل بسویی، نه باده در سبویی که تر کنم گلویی به یاد آشنا من، به یاد آشنا من.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل. این مصرع یک تنه احساس انزوا، بیقراری و آزادی را در خود دارد. روانشناسی مدرن این تجربه را نوعی جدایی درونی یا دیتچمنت می‌نامد. وضعیتی که در آن فرد خود را از جهان و دیگران جدا احساس می‌کند. اما گاهی همین گسست می‌تواند راهی برای رهایی از انتظارات تحمیل شده و آغاز خودشناسی باشد. حال که به این موسیقی گوش کردید، بیایید در چند بخش برایتان بگویم که در حال تجربه چه چیزهایی هستید. بخش اول: چرا به دنبال موسیقی غمگین می‌روید؟ غم یکی از پیچیده‌ترین احساسات انسانی است که معمولاً با درد، فقدان و ناامیدی همراه است. اما نکته جالب اینجاست که وقتی این غم در قالب هنر ارائه می شود، به جای ایجاد ناراحتی بیشتر، اغلب باعث نوعی آرامش یا لذت می شود. این پدیده را روانشناسان غم زیبایی شناختی یا sadness as a static emotion می نامند. مغز انسان قابلیت تشخیص بین غم واقعی و غم هنری را دارد و این تفاوت در ادراک منجر به واکنش‌های متفاوت احساسی می شود. در شعر چو تخت پاره بر موج، احساس بی‌ثباتی، رها بودن و تسلیم به تقدیر در کلمات موج می‌زند. این وضعیت از نظر روانشناختی بسیار شبیه تجربه رهاسازی هیجانی یا ایموشنال سروندر است که در روان درمانی هم کاربرد دارد. انسان در مواجهه با غم هنری فرصت می‌یابد بدون تهدید واقعی این احساسات را تجربه و بررسی کند، گویی در یک آزمایشگاه امن احساسات و هیجانات قرار دارد. بخش دوم: کاتارسیس یا تخلیه هیجانی. اصطلاح کاتارسیس به معنای تخلیه و پاکسازی احساسات و هیجانات از ارسطو به یادگار مانده است. او باور داشت که تماشای تراژدی به بیننده کمک می‌کند تا احساسات سرکوب شده‌اش را تخلیه کند. این اصل در موسیقی هم دیده می‌شود. پژوهش‌های جاستین و وستفیلد در سال 2008 نشان دادند که موسیقی غمگین می‌تواند به بروز احساساتی منجر شود که در زندگی روزمره سرکوب شده‌اند. در مصرع نبسته‌ام به کس دل، نبسته کس به من دل، ما با نوعی پذیرش تنهایی مواجهیم که به جای مقاومت در برابر غم آن را در آغوش می‌گیرد. این پذیرش در روانشناسی وجودی به عنوان مرحله‌ای پیشرفته از خودآگاهی شناخته می‌شود، جایی که فرد نه از درد می‌گریزد، نه با آن می‌جنگد، بلکه آن را بخشی از هویت خود می‌داند. بخش سوم: مغز ما چگونه به موسیقی غمگین واکنش نشان می‌دهد؟ پژوهش‌های عصب روانشناسی نشان می‌دهند که گوش دادن به موسیقی غمگین بخش‌هایی از مغز را فعال می‌کند که مسئول پردازش احساسات و همچنین سیستم پاداش هستند. مطالعات دکتر استفان کولش در دانشگاه برلین نشان دادند که هنگام گوش دادن به موسیقی غمگین نواحی مانند آمیگدالا، اینسولا فعال می‌شوند. این ساختارها با ترشح دوپامین لذت را با غم ترکیب می‌کنند. در اینجا شعر شدم رها رها من گویای همین پارادوکس است. رها بودن با وجود اندوه به یک تجربه لذت بخش تبدیل می‌شود. مغز ما وقتی با چنین شعر و موسیقی مواجه می‌شود، نوعی تجربه دوگانه می‌سازد. یک سوی آن سوگواری و دلتنگی است و سوی دیگر آزادی و رهایی. بخش چهارم: همدلی. یکی از دلایل محبوبیت موسیقی غمگین ایجاد حس همدلی است. تحقیقات زنتنر و همکارانش در سال 2008 نشان دادند که موسیقی
میتواند احساسات پیچیده انسانی را به گونه‌ای منتقل کند که شنونده احساس کند کسی او را میفهمد. این تجربه باعث ترشح اکسیتوسین، هورمون همدلی می شود و حس تنها نبودن را تقویت می کند. در ترانه همایون شجریان صدای مخملی و لرزان او هنگام خواندن نبستم به کس دل دقیقاً همان جایی است که شنونده احساس می کند خواننده درد او را درک کرده است. این ارتباط عاطفی بدون واسطه، بدون قضاوت و بدون نیاز به واژه‌های بیشتر اتفاق می‌افتد. بخش پنجم، کنترل روانی. یکی از عناصر آرام بخش در موسیقی غمگین حس کنترل است. اینکه ما احساس کنیم همه چیز تحت کنترل ماست و ما هستیم که تصمیم می‌گیریم چه وقت و کجا به این غم گوش دهیم. این غم تحت کنترل در مطالعات دیوید هورون نیز بررسی شده است. او نشان داد که در این شرایط غم نه تنها آسیب‌زایی است، بلکه به عنوان فرصتی برای تجربه هیجان‌ها در محیطی امن عمل می‌کند. در ترانه هوای گریه دارم، هرچند شخصیت شعر خود را به جریان زندگی سپرده، اما همین انتخاب رها کردن نوعی کنترل روانی است. او نه قربانی بلکه مشاهده‌گر و روایتگر غم خود است. بخش ششم، یادگیری عاطفی. تجربه بدون آسیب موسیقی غمگین محیطی امن برای تمرین و شناخت احساسات فراهم می‌کند. نظریه پردازانی مانند لوینسون باور دارند که هنر، به ویژه موسیقی، نوعی شبیه سازی بحران است. فرد می‌تواند با مواجهه مکرر با غم در قالب‌های هنری مهارت‌های تنظیم هیجانی و مقابله‌ای را تقویت کند. در اینجا نیز شعر سیمین بهبهانی با ساختاری آزاد و پر از تضادهای احساسی بستر مناسبی برای این نوع یادگیری فراهم می‌کند. شنیدن این اشعار در قالب موسیقی همایون شجریان تجربه‌ای چند لایه ایجاد می‌کند که نه تنها زیبایی دارد بلکه آموزش عاطفی است. به ویژه نوجوانان و جوانان می‌توانند از این طریق نحوه مواجهه با فقدان، تنهایی و عدم قطعیت را بیاموزند. حال که فهمیدیم موسیقی غمگین نه به مثابه یک زخم بلکه به مثابه مرهم عمل می‌کند، ممکن است در ذهن شما عزیزان سوالاتی مطرح شود. من سعی کردم بعضی از این سوالات را حدس زده و به آنها پاسخ دهم. سوال اول: چرا همه از موسیقی غمگین لذت نمیبرند؟ درست است که بسیاری از افراد از موسیقی غمگین لذت میبرند، اما این تجربه برای همه یکسان نیست. دلیل این تفاوت به عوامل زیستی، روانشناختی و شخصیتی برمیگردد. برای مثال، افراد درونگرا یا کسانی که سطح بالاتری از احساسگرایی را دارند بیشتر به موسیقی غمگین واکنش مثبت نشان می‌دهند. همچنین ویژگی به نام ظرافت هیجانی وجود دارد و به این معناست که فرد بتواند بین انواع احساسات، حتی احساسات غم، تمایز قائل شود. افرادی که این توانایی را دارند اغلب در مواجهه با موسیقی غمگین احساس رضایت عاطفی می‌کنند. سوال دوم: آیا ممکن است موسیقی غمگین باعث افسردگی شود؟ این نگرانی کاملا منطقی است. اما باید بگویم که موسیقی غمگین به تنهایی باعث افسردگی نمی شود. مطالعات نشان می دهند که اگر گوش دادن به موسیقی غمگین با نشخوار ذهنی همراه شود، ممکن است احساسات منفی تقویت شود. در روانشناسی، نشخوار ذهنی یعنی فرد مرتباً به افکار غم‌انگیز یا خاطرات ناراحت کننده بازگردد. اگر کسی در این حالت به موسیقی غمگین گوش دهد، ممکن است به جای تسکین دچار تشدید غم شود.
با این حال اگر گوش دادن به موسیقی با هدف تسکین، شناخت هیجانات یا همدلی باشد، نه تنها آسیبزایی است بلکه میتواند اثرات درمانی داشته باشد. به طور خلاصه نیت و زمینه روانی فرد اهمیت زیادی دارد. سوال سوم: آیا مغز انسان در کودکی هم به موسیقی غمگین همینطور واکنش نشان می‌دهد؟ کودکان به موسیقی واکنش نشان می‌دهند، اما ادراک موسیقی غمگین در آنها با بزرگسالان تفاوت دارد. مطالعات نشان می‌دهند که کودکان زیر 7 سال به سختی می‌توانند مفهوم غم را در موسیقی درک کنند. اما با افزایش سن، به ویژه از دوران پیش نوجوانی به بعد، مغز کودک شروع به درک پیچیدگی‌های احساسی موسیقی می‌کند. برای مثال، پژوهش‌های دانشگاه امسی کانادا نشان دادند که نوجوانان بیشتر به موسیقی‌هایی با بار احساسی بالا گرایش پیدا می‌کنند، چون در این سن توانایی همدلی، تحلیل درونی و تجربه احساسات پیچیده در حال رشد است. سوال چهارم این است که آیا این پدیده مخصوص فرهنگ ماست یا یک پدیده جهانی است؟ پدیده لذت بردن از موسیقی غمگین جهانی است و در فرهنگ‌های مختلف نمود دارد. البته نوع موسیقی، شکل بیان و تفسیر اجتماعی آن در هر فرهنگ متفاوت است، اما اصل احساس مشترک است. سوال پنجم و سوال آخر: آیا گوش دادن به موسیقی غمگین می تواند جنبه درمانی داشته باشد؟ بله، موسیقی غمگین می تواند مانند یک آینه عمل کند که به فرد کمک می کند احساسات سرکوب شده اش را بشناسد و با آنها مواجه شود. در درمان‌های مبتنی بر موسیقی از قطعات خاص برای باز کردن گفتگو درباره فقدان، سوگ یا آسیب‌های هیجانی استفاده می‌شود. برای مثال، در بیماران اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD، گوش دادن هدایت شده به موسیقی غمگین می‌تواند باعث تخلیه ایمن احساسات شود. پژوهش‌های دانشگاه هلسینکی نیز نشان می‌دهد که موسیقی غمگین در تغییر خلق و مدیریت اضطراب مؤثر است. حالا یک سوال کوتاه: آیا تا به حال شده است پس از شنیدن یک ترانه غمگین و سرازیر شدن اشک‌هایتان احساس آرامش و سبکی بکنید؟ لطفاً فقط با بله یا خیر در بخش کامنت ها پاسخ دهید. همین یک کلمه میتواند آغاز یک گفتگوی عمیق بین ما باشد. اگر در طول این ویدیو نیز پرسش‌های دیگری در ذهنتان شکل گرفت یا تجربه شخصی درباره تأثیر موسیقی غمگین بر احساسات خود دارید، خوشحال می‌شویم در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. همچنین اگر دوست دارید در ویدیوهای بعدی به رابطه روانشناسی و سبک‌های دیگر موسیقی پرداخته شود، خوشحال می‌شویم که موضوع مورد علاقه شما را بدانیم. متشکریم. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید تا افراد بیشتری از آن بهره برداری کنند.